ابوزیدآباد چهارروز این بار گرد همایی بلیزر سوارای ایران که همگی اینجا جمعن. بریم با هم ببینیم. بچه‌های کلوب بلیزر ایران از زیر مجموعه کانون جهانگردی کشور 24 ساله که میایم برای ابوزیدآباد کمپ چهارروز. بلیزر سوارانه که از کل ایران بچه ها میان. فقط هم میایم اینجا کمپ چهارروز پیش آقای قربانی. اینجا ما حدود 20 ساله روی این زمین کار کردیم. بعد کلا اینجا دیمکاره. بهترین فصل اقامت اینجا و برداشت خرما از اواخر 6 شروع میشه، برداشت خرماش تا اواخر 8. خیلی هم عالی. حتما فصل برداشت خرما یک سری به اینجا بزنید. دوست عزیزمون آقای قربانی بسیار مهمان نواز و مجموعه اقامتی بسیار خوب و دیدنی دارن. حتما باید بیاید و اینجا رو از نزدیک ببینید. ما تو سفره‌خونه چهارروز با انواع غذاهای محلی در خدمت مسافران عزیز میباشیم. اینجا شمالی ترین نخلستان ایران و تنها نخلستان دیم ایران.